سعیدوف خورشید میرزا کریموویچ نامزد علم‌های طب، معاون رئیس پژوهشگاه طبی پروفیلاکتیکی تاجیکستان و استاد کافدرای میکروبیولوژی دانشگاه طبی به نام ابوعلی ابن سینا در شعبه ریانیماسیا کورپوس پنجم بیمارخانه قره‌بالا از عالم چشم پوشید. خورشید سعیدوف یکی از بهترین طبیبان بیماری‌های سرایتی دانسته میشد. مثل سال گذشته او امسال نیز در خط اول جبهه مبارزه با موج نو کرونا ویروس قرار داشت. روز 6 ایول وضع سلامتی او یکباره بد شد و خورشید سعیدوف را به شعبه ریانیماسیا انتقال دادند، ولی طبیبان نتوانستند این همکسب خود را از چنگال مرگ نجات دهند. در چند روز اول ماه ایول خورشید سعیدوف اینک چهارمین طبیب است که در دوشنبه از عالم چشم میپوشد. دکتر علم‌های طب پروفسور فریده منصورова یکی از ویروس شناسان شناخته تاجیک روز 4 ایول سبزبهار عبیدova یک طبیب بیمارستان قره‌بالا در سن 56 وفات کرد. علت مرگ او اعلان نشده است. روز 6 ایول اکادمیک کریم حیدروف که او را پیر داروسازان تاجیک مینامند در بیمارستان یکم سویتسک نیز قربانی کرونا ویروس شد. خورشید سعیدوف در موضوع بیماری‌های پوست رساله نامزدی حمایت کرده، همچنین مؤلف دهها اثر و مقاله‌های علمی و 2 تحقیقات پرارزش در موضوع انگیزنده‌های بیماری‌ها در پژوهشگاه مادر و کودک و تأثیر مهاجرت به اپیدمی تبلرزه در تاجیکستان بود. خورشید سعیدوف همچون یک طبیب حاذق با چهره همیشه خندان و مالامال انرژی مثبت در ذهن بسیاری‌ها نقش بسته است.